اولوهای فوق‌العاده تاجیکستان به توجه شهروندان و مهمانان کشور می‌رسانند که طبق معلومات هواشناسان از 5 نوامبر تا 8 نوامبر سال 2022 در نویه‌های تابع جمهوری، نویه‌های کوهی و نزد کوهی ولایت ختلان و نویه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان باران شدید می‌بارد و در بعضی مناطق این باران به برف تر تبدیل می‌شود. روزهای 5 و 8 نوامبر باران‌های شدید می‌تواند سبب آمدن سیل‌ها، ریزش سنگ در نویه‌های کوهی و نزد کوهی ولایت ختلان، سوخت، نویه‌های تابع جمهوری همچنین قلمرو نویه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان شوند. 5 نوامبر بر اثر باران‌های شدید احتمال بالاروی سطح آب در رودخانه‌های یوخسو، قزلسو و دریاهایی که از قطارگاه‌های اسار جاری می‌شوند وجود دارد. در این ارتباط کمیته اولوهای فوق‌العاده از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که در این روزها سفرهای خود را با راه‌های کوهی محدود کنند. رفتن به صحرا و دامنکوها برای چارواچرانی، غنچین ایزم، انجام کارهای کشاورزی، شکار، ماهیداری مصلحت نیست. کمیته همچنین از رانندگان خواهش می‌کند که هنگام حرکت در راه‌های کوهی همه قاعده‌های بی خطری را رعایت نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند برای پیشگیری از ورود سیل به اولی و کشتزارها سر وقت سیر و هوا و جویبارها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند.